با پادکست میز در کنار شما. توی پادکست میز میخوام که راجع به موضوعاتی با شما صحبت کنم که شاید توی فرآیندهای کافه نشینی، نوشیدن و تجربه هایی که داریم به صورت روزمره یا از پیش تعیین شده توی کافه ها کمتر دقیق میشیم. توی میز میخوام که از همسنگرهای خودم، از کسایی که توی این صنعت دارن کار میکنن، توی این دسته شغلی باریستایی، قهوه، کافه داری، میزبانی یا همون هاسپیتالیتی دعوت کنم، پای صحبتشون بشینم، تجربه، روایت و قصهشون رو من بشنوم و شما هم متقابلا صداشون رو بشنوید، تصویرشون رو ببینید، گاهن خنده هاشون، اشکاشون و هر آنچه که تجربه میکنن و شاید کمتر من و شمایی که به عنوان یک کاستومر یا مشتری یا مخاطب وقتی مراجعه میکنیم به فضایی که اونها درش هستن کمتر باهاش مواجه میشیم. میز یک تلاشه برای اینکه همگرایی رو بتونه به گوش شما برسونه، به چشم شما نزدیکترش کنه. همگرایی یک تلاش چندگانه بین باریستا، روستر، کسی که قیمت گذاری کرده، مدیر اون کافه، سوشال مدیای اون کافه، تیمای آرندی اون کافه، مارکتینگ استراتژیستاش، همه افراد که چه جلو و چه پشت پرده دارن برای یک کافه، برای یک برند، برای یک مجموعه کافه و قهوه دارن تلاش میکنن. میز خیلی دوست داره که بزرگتر بشه. میز شاید مثل همه میزهایی که در کافه ها هست دیزاین شده، طراحی شده، ایده پردازی شده توسط تیممون که بتونه افراد رو آنچه که براشون شایسته هستن اونها رو بتونه برای شما نشون بده. باریستاها از شیفتاشون بخوام بگن، همه افراد بتونن از سختی‌هاشون بگن. ما توی بیزینس، ما توی این کار همسنگرهای زیادی داریم و دائما در طول روز در تلاشیم که به عنوان جنگجویانی که در صف اول خدمت رسانی هستیم از 6 صبح تا 11 12 که توی شیفت هستیم بتونیم همیشه کالیبره باشیم، بتونیم همیشه خندان باشیم، بتونیم همیشه حس خوب به افراد انتقال بدیم و هزاران اتفاق دیگه‌ای که شاید در طول یک شیفت شما تجربهش کرده باشین، چه اگر تو این صنعت باشین چه نباشین. به عنوان مخاطب زیادی صحبت نمی‌کنم توی این قسمت از میز که اسمش رو داشتیم اپیزود 0. مثل همه اپیزودها، مثل همه فرآیندهای دنباله‌دار که دوست داریم میز هم یک میز دنباله‌دار باشه، این اپیزود رو اپیزود 0 گذاشتیم اسمش رو و یه تایتل دیگه هم براش گذاشتیم که شاید یه مقداری حس قرابت رو بیشتر میکنه. این اپیزود اسمش سر میزه. توی سر میز من 2 تا مهمون خیلی ویژه دارم برای زندگی شخصیم، برای کریرم توی کافه گذر و برند گذر خیلی الهام بخش شدن، خیلی تاثیرگذار بودن. اون 2 تا مهمون من تهمینه عزیزی و فرنوش رحیمی، همسر و شریک زندگی خودم هستش. بیشتر با اینا آشنا میشیم، بیشتر با اینا گپ میزنیم در ادامه. فقط خواستم یه توضیح کوتاهی راجع به این بدم و اینکه خیلی خوشحالم. این یه پروژه‌ای که سالها روش فکر کردم، ایده پردازی شد تو ذهنم، همش بالا پایین کردم و خیلی خوشحالم که امروز تونستیم با یک تیم حرفه‌ای که قطعاً باهاشون آشنا میشین تو قسمت‌های بعد توی پایان بندی‌ها این کار رو استارت بزنم. از همه بچه‌هایی که پشت صحنه الان هستن، همه بچه‌هایی که زحمت ضبط و تدوین این پادکست رو دارن، از همینجا در قدم اول تشکر میکنم. دمتون گرم، دم شما گرم که دارین نگاه میکنید و امیدوارم که گفتگوی بعدیم با فرنوش رو خیلی خوب گوش بدیم و لذتش رو ببریم. یه استراحتی کنیم و یه اینتروی ببینیم و بریم برای گپ زدن با فرنوش. ارادت. خب سلام، برگشتیم با ادامه پادکست. همونطور که قبل از اینو گفتم خدمتتون، تو این قسمت از پادکست های میز که اسمش سر میز ما قراره بچه‌ها بشینن. همونطور که پیش از اینا گفتم فرنوش قراره سر میز بشینه، الان باهاش گپ بزنیم، صحبت کنیم. من که میشناسمش، همسرمه و میخوایم بیشتر با هم دیگه گپ بزنیم، از خودش بگه. من بین این صحبت‌ها میام یه سری سوال میپرسم، یه سری چالشایی رو ایجاد میکنم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه گفتگو خوبی داشته باشیم. بیش از این دیگه صحبت نمی‌کنم، نوبت میدم به خود فرنوش صحبت کنه و دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدید. خب فرنوش، من در خدمتتم. از خودت بگو، در چه حالی هستی، داری چه کارایی می‌کنی، یکم برای بچه‌ها توضیح بده و بیشتر بشناسنت، بیشتر باهات آشنا بشن و دیگه همین. سلام، من فرنوشم، 29 سالمه. چند سال پیش گلدوزی رو شروع کردم توی مکان آروم و یه فضای آروم داشتم کارمو می‌کردم تا با محمد آشنا شدم. الان 2 ساله که مشغول قنادی و بیکری و
پیستری و اینا هستم و خیلی دنیای عجیبی داره. حالا بیشتر باید صحبت کنیم تا شما هم در جریان این اتفاقها باشین که پشت صحنه قنادی و یه دونه کروسانی که ما میاریم توی کافه چیا میگذره به من. خب من یه لحظه فقط کار میخوام یکم بیشتر برم سمت این که خیلی سریع از گلدوزی جام کردی به اومدی رسیدی به اینجا. میخوام که از اون فضای گلدوزی بگی، چون خودش هم خیلی فضای جالبی بوده و جذاب بوده و من اینجوری که میدونم میخوام که اونم بیشتر بگی کرونا، اتفاقاتی که توی کرونا افتاد برای اون کسب و کارت، فضایی که داشتی تجربه می‌کردی توی اون کسب و کار، چون که واقعا اون هم یکم جذابیت و یکم که نه خیلی زیاد جذابیت خودشو داره و واقعا شاید خیلی از بچه‌ها براشون جالب باشه که از اونها براشون بگی. میخوام که سری جامپ نکنی، یکم برامون از اون موقع بگی، یکم ما رو ببری تو گذشته خودت بیشتر حرف بزنیم و ببینیم که اون موقع چیکار می‌کردی. خب گلدوزی یه دنیای همونجوری گفتم ساکت و آروم ولی رنگارنگی بود برای من و یه شغل فصلی بود به نظر من قبلا مثلا روی لباس یا دیوارکوب گلدوزی می‌کردم. اولین بارم کافه خیلی قدیم شما آوردم اونا رو فروختم. بعد یکم که گذشت مشتری ثابت خودم رو پیدا کردم. سال 98 بود فکر کنم کرونا شد. شروع کردم به دوختن ماسک‌های پارچه‌ای و واقعا از همون موقع من خیلی اسم و رسم درآوردم توی شهر و جاهای دیگه. خیلی چالشای اونم چالشای عجیب خودشو داشت ولی تکراری شده بود، خیلی اذیت کننده بود برای من و یه جوری همه چی دیگه چالش داشت دیگه. کلا مثلا اینجوری بود که من یه کاریو انجام میدادم، میدوختم، میفرستادم برای مشتری، یکی ناراضی بود، یکی راضی بود، یکی بعد پس میگرفتم و کلا چالشای خودشو داشت. آره ولی برسیم به پاپیونا. بله پاپیونا میگم فصلی بود دیگه. مثلا یه سال ماسک دوختم، یه سال گل سر میدوختم، یه سال تل میدوختم، یه سال هم پاپیونا رو شروع کردم و دیگه پاپیون فصل آخر گلدوزی من بود و شروع کردم به قنادی و کمک به پیشرفت کافه. ببین حالا این قضیه پاپیونا یک صحبت کوتاست، یعنی یک بخش خیلی کوتاهی که شاید چند ثانیه فرنوش بهش پرداخت، ولی اون حجم پاپیونی که ما وقتی با هم دیگه دوست بودیم و میدوخت و بسته‌بندی همه رو درگیر می‌کردن. آره همه درگیر بودن. یک تیم بسیج میشد که فرنوش پاپیون بدوزه، پاپیون به قولی آماده کنه، ارسال کنه، آدرس‌ها رو بنده می‌نوشتن روی پاکت‌ها. خیلی عجیب غریب بود، دنیای جذابی بود. و اینکه یه فرق خیلی بزرگی داشت که بعداً برگردیم بهش، اینکه تو کاستومر و یا مخاطبتو نمیدیدی. اینش خیلی جالبه که تو اصلا ایده‌ای نداشتی که همیشه سوال بود برامون که این آدرسی که داره می‌نویسیم مثلا عراق خیابان مثلا طالقانی فلان، این میرسه به دست کی؟ مثلا قرار یاد هدیه داده بشه یا قرار از ایران خارج بشه و این خیلی به قولی بدون پیش‌ورز بود کاری که انجام میدادی و مخاطبش. البته کار الانم سخت‌تره ها، الان با مشتری رو در رو باید صحبت کنم. حالا بس میخوام بعداً راجع به سختیش و ایناش حرف بزنیم، ولی یه چیز شاخصی که داشت اون کارت حداقل میشه گفت این بود که تو نمیدونستی برای کی این کارو انجام میده. یه آیدی بود که داشتی برای اون و سفارشش داشتی، یه تایتلی رو آماده می‌کردی. اینجا یه سوال دارم، میخوام برگردم به یه روزی از این روزها که ما دوست بودیم اون موقع و یه کاری برای من کردی برای کافه. میخوام اون اولین تجربه برگردم، میخوام از اولین ها شروع کنم، چون میخوایم توی سر میز همونطور که اشاره کردم روایت کنیم. یعنی یه جور بیانیه است که ما هممون یک نقطه صفر داشتیم. یعنی پادکست هم روز صفرشه، هممون میخوایم از روز صفرمون حرف بزنیم. روز صفر تو توی قنادی کجا بود؟ اگه یادت باشه، من که یادمه. من یادم روز صفر تو قنادی. روز صفرم تو قنادی اون روزی بود که ظرفای سفید رو گرفتم، گفتم من میخوام برات تیرامیسو درست کنم. رفتم خونه با یه وسایل خیلی ابتدایی شروع کردم به تیرامیسو درست کردن و چقدر آدما خوششون میومد. رسیپی خیلی رگولار و آنچنان پیچیده و اسپسیفیکی هم نبود. قاطی کردن پنیر و خامه و خیلی اون رسیپی کلاسیکش نبود. دقیقاً. خیلی جالب بود و دوست داشتم دیگه. همین ادامه دادم با یه سری وسایل خیلی ابتدایی تر شروع کردیم. از یه فر بیچاره آلتون که هر وقت روشن می‌کردیم برق کل کافه میرفت و فیوز مینداخت و استرس که وای سن سباستیان داخل فره. جالب بود، خیلی خوبه. الانم واقعا دارم ازش لذت میبرم. خب بعدن ادامه دار شد تا جایی که ما با هم دیگه ازدواج کردیم و رفتیم زیر یه سقف و خونه، تشکیلات و تجهیزات خیلی خوب خریدیم و شروع شد ها. بله تجهیزات هم میخوای بعد داستانشو بگم برای بچهای دیگه. داستان ما از اونجا شروع شد که نشسته بودم رو مبل خونه مامانم اینا و به محمد گفتم که این آکادمیه داره
یک کلاس خمیر هزارلا داره میذاره، بذار من برم، خیلی علاقه دارم به این کار. بعد واقعا مخالفتی نکردی، حمایت هم کردی مثل همیشه. من رفتم و اصلا فکر نمی‌کردم که قراره 600-700 تا رو دست اون خرج بذاره. برگشتم بعد از کلی آزمون و خطا، شروع کردم به این داستان عجیب غریب خمیر هزارلا. میخوام برسی به اون لحظه‌ای که شروع کردی حالا دوره رو دیدن، برگشتی و ما شروع کردیم کارگاه کوچیکمون رو تجهیز کردن. میخوام یکم حالا دنیاهای موازی که تجربه کردی توی داستان گلدوزی و حالا امروزه کارگاه قنادی، از اون موازات میخوام حالا یه مقداری شاید خارج بشیم و میخوام یه مقداری گهگداری بهش برگردم. یعنی میخوام بگم که فرق این مشتری با اون مشتری چه بود مثلا، به اینها برگردیم. ولی میخوام که خیلی سریع برامون یکم حرف بزنی اینکه چه چالشایی داره کاری که داری انجام میدی، یک نواخت پخت کردن، رفتار اون خمیرت، رفتار دما و اون پارامترهایی که واقعا شاید هر کسی پشت یک محصولت نبینه رو میخوام یه مقداری برامون شفاف کنی، چون خیلی از بچه‌ها و مخاطبین شاید این قسمت‌ها اینجوری باشن که بدونن که یک محصولی به اسم کروسان که خیلی روتینه، خیلی رگولار، الان دیگه باب شده، همه کافه‌ها تو ویتریناشون تو شوکیساشون دارن. میخوام برسیم به اینکه توی فرنوش چیا از سر میگذرونی در طول یک شیفت کاری که شاید دوست داشته باشی مخاطبت یا اون کروسانت اون صدا داشته باشه و خودشونو تراوش کنه، بگه من اینی که دارید میبینید اینا رو گذروندم یا این چیزها دیده شده در من. میخوام راجع به اینا حرف بزنم چون سرکولیشن های اون چرخه‌های پنهان کاری تو میخوام بیشتر باز کنی برامون. آره اون موقع که خب پیج داشتم و خب همه مشتری‌ها مجازی بودن، من هیچ ارتباط مثلا رو در رو چشمی اینا باشون نداشتم که بدونم مثلا رضایت دارن ندارن. فقط با یه پیام این که حالا از هر 10 نفر 2 نفرشون پیام دادن که مرسی خیلی خوشگل بود ممنونم و هیچ چالش زیاد و عجیب غریبی باشون نداشتم. ولی خب الان چالشام 1000 برابر شده. شهر کوچیکه، بعد من دارم کافه و آدم‌های اینجا رو دارم ساپورت میکنم، دارم بهشون خدمات میدم. تازه واردی، تازه واردم. آره توی بازار خیلی خودش یک هم اهرم خوبیه برای شناختن. میان انتقاد میکنم، من باید انتقاد پذیر باشم و یه درس خیلی بزرگی که من از اون 5 سال کارم گرفتم این بود که باید انتقاد پذیر باشی، باید مشتری مدار باشی. وقتی که انتقاد میکنه نه که خب من به خاطر تو یه نفر دستورمو تغییر نمیدم، نه اتفاقا همونه که مثلا باعث پیشرفتت میشه. آره مثلا منم همون اوایل سان سباستیانم اصلا بافت جالبی نداشت تا اینکه مثلا یکی من گفت آقا مثلا این کارو بکن بافتش نرم‌تر بشه. سوال میشد برات که میرفتی سرچ می‌کردی میفهمیدی 100% آزمون خطا می‌کردم. ولی خب میگم الان داستانم خیلی فرق میکنه و واقعا اون تو یک مثل دلمه پیچیدن ماماناست این کروسان درست کردن، تو 1 ثانیه خورده میشه. ولی من روزها ساعتها صبر کردم، ساعتها گریه کردم به خاطر این چالشایی که این روزا داریم و این بی‌برقی که الان داریم میکشیم. یه بار پیش اومد که چند وقت پیشم بود، کروسان من بعد از 4 ساعت تلاش کردن داخل فر خاموش شد. فرم خاموش شد، برقا رفت و همشون خراب شد. من مجبور بودم همه یه کروسانامو بریزم بیرون و فقط گریه میکردم. میدونم. آره کلا. خب میخوام حالا یکم بحث رو ببری به این سمت که عجیبه. حالا امروز که اومدی توی صنعت کافه، توی یعنی محصولت دیگه یک محصولیه که توی کافه ها داره دیده میشه، توی کافه خودمون داره دیده میشه، کنار یک سری نوشیدنی اتچ شده، بهشون اتصال پیدا کرده، به لحظه آدما اتصال پیدا کرده، به اون اکنونی که دارن زندگی میکنن، به اون حالی که دارن زندگی میکنن پیوند خورده و داره یک کیفیتی رو به اونا میبخشه. میخوام که یکم از اینا حرف بزنی که آیا وقتی که داری اینا رو تولید میکنی به این کیفیت بخشی به لحظه فکر میکنی، به این فکر میکنی که مثلا یا بهتره بگم شاید وقتی خودت توی کافه میهمان میشی، مخاطب میشی، به این فکر میکنی که چه کیفیتی از لحظه که داری تجربه میکنی مدیون اون کروسانه، مدیون اون قهوه، مدیون اون دمنوشه هستی. که میخوام راجع به اینا حرف بزنی که اهمیت اون کارت رو آیا میبینی، اون سنگر اوله که آیا دیده میشه همیشه در یک کافه ها ویترین های شیرینیه. یعنی من همیشه مثالی که میزنم اول باریستا دیده میشه و بعد ویترین های شیرینی دیده میشه و تو کسی هستی که انگار تو اون سنگر توی جبهه اول
نشستی و داری کارت رو پرزنت می‌کنی. میخوام راجع به اینا یکم با هم حرف بزنی یا بچه‌ها حرف بزنی که متوجه اون ساید کیفی کار بشن که تو چقدر زحمت میکشی که مثلا ببینیم به این فکر کنیم که یک کروسان رو داری میپزی یا هر آیتم قنادی دیگه که داری میپزی. میخوام بیشتر راجع به اینا حرف بزنیم که آیا تو فرنوش عنوان یک قنات وقتی که محصولتو میبینی روی میزها چه حسی پیدا میکنی، یا وقتی که تعریف میشنوی چه حسی پیدا میکنی، انتقادی میشنوی چه حسی پیدا میکنی، و وقتی که میبینی آدم‌ها یک بشقاب خالی مثلا تحویلت میدن که ذره خورده کروسان توش نباشه، ذره پودر کیک هم داخلش نباشه. میخوام راجع به این صحنه‌ها و این لذت‌ها حرف بزنی، شکستایی که داشتی قطعاً تو این کار یکم راجع به اینا حرف بزنیم، چون اومدیم اینجا که یک روایت و یک قصه بگیم برای بچه‌هایی که امروز دارن اینو میشنون و میبینن. ببین توی خونه خودم که در جریانی، من 24 ساعت سرپام، یعنی تو روز من فقط 7 ساعت میخوابم، اصلا نمیتونم بخوابم. الان فقط با قهوه زندم. میدونی که چقدر دارم تلاش میکنم و چقدر دارم کار میکنم. وقتی که این لبخند رضایت آدما رو بعد از خوردن کروسان بادام میبینم، یا مثلا امروز حافظ به من میگه که فرنوشین خانومه خیلی از کروسان بادام تعریف کرد، جلو در گفت، من تمام خستگیم در میره و بدو میرم سمت خونه پارت بعدی درست کنم. قطعا هر روز خستگی داره، هر روز که اسم کروسان میاد که وای من باید الان 4 ساعت تمرین کنم، انجام بدم، کارو بکنم، خسته میشم. ولی اون لبخند رضایت، اون پیام این که امروز براونی دارین، امروز مثلا کروسان بادام دارید، یا مثلا میبینم که آدما دوست دارن، این جا افتاده، این واقعا خستگی منو در میاره. خیلی خوب. من یک نکته میخوام اینجا اضافه کنم. اون خستگی، اون یعنی اون لحظه‌ای که تو خدمتتو انجام دادی، سرویسی تو انجام دادی، به نحو احسن میزبانی شدن آدم‌ها، به نحو احسن همه افراد به کیفیتی خیلی خوبی رو دریافت کردن و حالا همه اینا تموم شده و فقط یک گذشته شیرین مونده از افراد. به این تا حالا فکر کردی که وقتی که روزا میپزی که تموم میشه، خوردن تموم میشه، جویدن تموم میشه، اما روایتش باقیه. من میخوام بحثمو یکم کم کم ببریم جنبندی. روایتی که فرنوش دوست داره بعد از میل کردن یک کروسان، بعد از خوردن یک کروسان، بعد از خوردن یک چیز کیک، آدم‌ها در دلشون زنده نگه دارن شاید چیه؟ میخوام ببینم اون پسا قصه افراد دوست داره چی باشه، یا چی تو رو سرپا نگه میداره که اسم شما اینجا میذاریم قصه بعد از خوردن یک کروسان، قصه بعد از خرید کردن یک چیز کیک. میخوام ببینم راجع به اون قضیه کم حرف بزنی و اون چیزی که شاید میل باطنیته که آدم‌ها از کار دریافت کنن، یا اون پیام پنهانی که پشت همه این کارها تو داشتی رو بیای به آدم‌ها اعلام کنی و بگی. فقط میخوام بگم که این کاری که من دارم واقعا با عشق انجام میدم، ساعت‌ها دارم براش تلاش میکنم. بله. و تو یه ثانیه خورده میشه، حالا 10 دقیقه خورده میشه، واقعا یه کوچولو مثلا درکش کنن که طرف زحمت کشیده، یا مثلا یه حرفی اگه میخوام بزنن یه کوچولو مثلا خودشون بالا پایین بکنن که من در حد توانم دارم این کارو میکنم. و یعنی انتقاد شاید مثلا انتقاد توماچی نکنن، یه انتقاد مثلا درست حسابی بکنن که منم بتونم از اون استفاده بکنم. و اینکه با عشق واقعا همه اینا رو دارم آماده میکنم و یه چیزی که میخوام که از من یادگار بمونه، به قول خودت به یاد آدما بمونه، یه حرفی که خانم سنبل بهمنیار عزیز توی یکی از پادکستاش گفته بودن که چیزی ارائه بده به مردم که انگار داری به بچه خودت میدی. یعنی چیز بد و یه کیفیت بد برای آدم‌های دیگه. فرزندم که جز عشق چیزی دریافت کنه. بله 100%. و من واقعا همینا رو دارم سرلوحه قرار میدم و پیش میرم جلو و دوست دارم وقتی که یکی میاد این شیرینی رو میخوره بگن این شیرینی فرنوشه، از روی بسته‌بندی یا مثلا یه لوگوی کوچولویی که مثلا روی کروسان یا هر شیرینی دیگه هست، نفهمن که این مال منه. بر همینی که خیلی دارم مقاومت میکنم که بسته‌بندی عجیب غریب یا مثلا لوگوم همه جا نباشه. این دوستان با خوردنش، حتی با دیدنش، اون دیدنه به یاد من بیفتن و براشون لذت بخش باشه. خیلی عالی. واقعا خوشحال شدم که اینجا هستی. فرصت شد قربونت. همیشه به ازت تشکر کردم بابت همه زحماتی که برای قنادی میکشی، برای همه زحماتی که داری برای گذر میکشی
خیلی خیلی خوشحال شدم که اومدی و واقعا خیلی حرفایی رو زدی که منم شاید مدت‌ها دوست داشتم بشنوم از این حرفا رو. دمت هم گرم و خیلی خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که همچنان ادامه بدی رو به جلو. اگر که صحبتی داری من میشنوم و امیدوارم که دیگه از اینجا بعد بیشتر با هم دیگه گپ بزنیم. حتما. تو قسمت‌های دیگه میدونم که اگه خواستی اشاره‌ای هم بکن که شاید میزبان یه سری پادکست‌های دیگه‌ای باشی. بله و حتما. برای بچه‌ها یکم هم به قولی سرنخ باقی بذار که شاید در ادامه تو رو بیشتر ببینن تو این پادکست‌ها و دیگه بحث رو جمع کنیم. من دیگه از اینجا صحبت نمی‌کنم. پایانش با خودت. خواستم یه تشکر خیلی ویژه از تو بکنم. خیلی حامی من بودی. خیلی وقتا با خستگی تمام اومدی بهم کمک کردی. واقعا قدردانش هستم و اینم بگم اگر کافه تو نبود من انقدر شکوفا نمی‌شدم، انقدر یهو بیرون نمی‌زدم و خیلی ممنونم ازت. متشکرم. خواهش می‌کنم. و اینکه مرسی. قسمت پادکست‌ها هم بگو که سریع بچه‌ها بدونن. آره چیزای جدید می‌ذارشونه. همین دیگه می‌خوایم بیایم اونجا با بعضی از کافه‌دارها و خانم‌های عزیز بشینیم صحبت کنیم، از چالش‌های کاریشون بگیم. اولا از دوستای نزدیکم شروع می‌کنم که تو این شهر کافه دارن و میدونم چقدر شبانه روز دارن تلاش می‌کنن. خانم‌های مستقل. بله مستقل کاری. قربونت. دم شما گرم. مرسی که وقت دادی. مرسی از شما. میدونم سفارش داری باید بری الان الان باید برم. عجله داری. بیش از این دیگه اینجا نگهت نمیدارم. برو عزیزم و ان شاءالله قسمت‌های بعدی دیگه تو اینجا بشینی و دیگه میزبانی با تو باشه. قربونت باشم. بای بای. یه موضوعی که شاید فرنوش خیلی خلاصه اونو توضیح داد و من خیلی دوست داشتم که تو این گپ بین فرنوش و تحمیل این رو براتون توضیح بدم، این بود که خیلی مواقع ما نسبت به یک سری کیفیات و نسبت به یک سری المان‌هایی که توی کافه هست بی‌توجهیم. من خودم شخصا خیلی به این المان‌ها نگاه می‌کنم، خیلی به این المان‌ها توجه می‌کنم و تجربه نوشیدن ما توی کافه، هر نوشیدنی میتونه باشه، تصور کنید کنار یک شیرینی، کنار یک چیزی که خارج از دنیای نوشیدنه، میتونه کیفیتی رو به اون ارساق کنه، میتونه لحظه‌ای رو برای ما فراهم کنه که توی اون لحظه ما به دنیای دیگری میریم. همه تجربهشو داشتیم. چون نوشیدن، خب اگر راجع به قهوه حرف میزنیم بگیم مثلا طعم داره، عطر داره، فلیور، مزه داره، افتر تیست داره، بادی داره، تکسچر داره. ولی راجع به شیرینی وقتی حرف میزنیم دوباره همینا تکرار میشن به شدت‌های متفاوت، به شکل‌های شیمیایی متفاوت و دوباره همون تکسچر، دوباره همون سویتنس، دوباره همون بیترنس، دوباره همون اسیدیتی، همه اونها دوباره در یک شیرینی میاد و خودنمایی میکنه. و به نظرم کار قنات توی یک کافه، توی اشلی مثل اشل کافه ما یا هر کافه‌ای، چه بسا بزرگتر، چه بسا با شکوه‌تر، چه بسا خیلی صنعتی‌تر، اینه که بتونه اون کیفیت مکملی که در کنار یک نوشیدنی میتونه اون فرد تجربه کنه رو براش برمقام بیاره. من حرفم و این چیزی که خواستم این وسط خیلی بهش دقیق منشن کنم این که به شیرینی من همیشه به عنوان یک پل بین لحظه‌ای که اکنونه و لحظه‌ای که در ادامه اون فرد میتونه فقط و فقط به واسطه شیرینی اون رو درک کنه. یعنی عنصر شیرینی شاید قشنگ‌تر باشه بگم، یعنی اون سویتنس میتونه اینو درک کنه. چون خیلی خیلی افراد نسبت به شیرینی حس دارن، نسبت به شیرینی خیلی شاید گاهن ولع دارن و این شیرینی کیفیتش یک دنیاست و ثبات کیفیش هم دنیای دیگری است. از این جهت خیلی دوست داشتم که این میان حرفای فرنوش یک حرفی من زده باشم که به نظرم اگه گفته بشه خیلی قشنگ‌تر میشد. بریم برای مهمون بعدی تحمیله بیاد، بیشتر با هم گپ بزنیم و بازم دمتون گرم تا اینجا ویدیو رو دیدین. امیدوارم که از گفتگوی فرنوش هم لذت کافی رو برده باشین. پس تا تحمیله. برگشتیم با ادامه سر میز. همونجوری گفتم تو این قسمت ها من سعی میکنم زیاد صحبت نکنم، بیشتر بچه‌هایی که اومدن و دعوت هستن بشینن سر میز و بحث رو سر بگیرن و با شما حرف بزنن. و الان برگشتیم دوباره بعد فرنوش و توضیحاتی که یه مقداری با هم دیگه بیشتر راجع بهش حرف زدیم. اینجا من تحمیله رو دارم، طبق معمول سعی میکنم باز زیاد صحبت نکنم و تحمیله ادامه بده حرفمونو. بینش میام مثل گفتگو با فرنوش و حرفای خودم هم میزنم
و دیگه بیشتر از این وقتتون نمیخوام بگیرم. تامین سلام، خیلی خوش اومدی عزیزم. خیلی خوشحالم که اینجا هستی. ممنون که دعوت منو پذیرفتی. واقعا برام خیلی الان باعث خوشحالیه که اینجا هستیم، چون خیلی زحمت کشیدیم مدت، خیلی با هم دیگه بالا پایین داشتیم و خیلی خوشحالم که اینجا هستی. من دیگه حرف نمیزنم مطمئن و از اینجا بعد دیگه خودتی و بچه‌ها. سلام محمد جون، خیلی خوشحالم اولا که منو دعوت کردی که بیام اینجا و سلام بدم به بچه‌هایی که دارن گوش میدن این اپیزود رو. خیلی خوشحالم که کنارتونم و این فرصت رو به من دادی که بتونم حالا باهات صحبت کنم، خودم رو معرفی کنم. پیش بریم ببینیم که چی میشه. خیلی عالی. یکم از خودت بگو. من برای من شاید یکم از بخشایی که از خودت بوده تا الان شاید مثلا تواناییاتو دارم میگم، اون بخش اسکیل و مهارتات توی این چند وقت گذشته این مقداری برای منم گسترده‌تر شدی، توسعه یافته‌تر شدی و میخوام یکم توضیح بدی که این توی جعبه ابزار تخمینه، من دیگه تو جعبه ابزاری واقعا تو این جعبه ابزاری که اسمش بزنیم تخمینه چیا پیدا می‌کنیم، چه مهارت‌هایی هست، چه تخصصایی هست، بعد چی کار می‌کنی، امروز رو داری چجوری می‌گذرونی عزیزم؟ خب ببین، اگه بخوام یک معرفی کلی از خودم بهتون بدم که حالا بچه‌ها هم بیشتر با من آشنا بشن، همه اسممو میدونین، تخمینم 25 سالمه، 4 سال خورده‌ایه که دارم توی حوزه گرافیک و برندینگ کار میکنم. من اینجا باید یه تشکری اول از خودت و گذر بکنم، چون قبل از این که من بخوام با تو همکاری کنم یه دوره خیلی سختی رو داشتم میگذروندم و گذر و کارهای گذر، پوسترهایی که برای تو زدم، همکاریایی که با هم داشتیم، یه سکوی پرتابی شد برای من که بتونم هم توی شهر شناخته تر بشم، هم آدما بیشتر به من اعتماد بکنن و یه جورایی خودم رو بسنجم، ببینم که با کارفرماهای مختلف چطور میتونم کار کنم، چون تو به جرئت میتونم بگم یکی از سخت‌ترین کارفرماهایی بودی که من باش کار کردم و یه جورایی آجر چیدی برای من که بتونم، یعنی این دره باز شد، این دیواره ساخته شد که من بتونم با بقیه هم راحت‌تر کار کنم. مرسی عزیزم. و میدونی این کمک رو به من کردی که اول بشناسم طرف. اینها رو خودم میدونستم، اما تو این کار کردی که عملگرا باش، برو بشناس کارفرماتو و کارت رو درست استارت بزن. به نظرم توی این چیزا خیلی گذر و تو به من کمک کردی. ممنونم ازت. مرسی. بیشتر حرف بزن میخوام خیلی، چون میدونم که خیلی چیزایی، خیلی مهارت‌هایی داری که واقعا برای من شخصا که با عنوان دوستت همکار بودیم خیلی وقتا، خودت هم میدونی که حفظ کردن مرز بین همکار و دوست بودن چقدر سخته، با هم پیچیده میشه. میخوام اون گسترده‌ای که من دیدم رو بیشتر حرف بزنی، یکم از مهارت‌هایی که داری انجام میدی، موضوعی که داری فعالیت می‌کنی حرف بزن، چون میخوام که وقتی که صحبتمون جلوتر میره، دیدگاهی که یا اون پی او وی که ازت میاد بیرون، میخوام برای بچه‌ها روشن باشه که این پی او وی محصول یک انسان مولتی تاسک، یک انسان واقعا چند بعدی، به قول خودت جعبه ابزار. آره جعبه ابزاره که داره میتونه در مختلف ویژن‌های مختلف داره و میتونه خیلی از سایت‌های مختلف موضوعات نگاه کنه. ببین، من بخوام یه مقدمه اول بگم اینه که من هم مثل خیلیای دیگه اصلا نمیدونم که دارم چی کار میکنم. فقط یه تصویر نسبتا شفاف از خودم دارم، این که میخوام کجا باشم، میخوام چه کسی باشم، مردم من رو به چه اسمی بشناسن، به چه ارزشی منو بشناسن. یکی از چیزایی که خیلی روش الان تمرکز دارم کمک کردنه، که امروزم داشتم یه رشته استوری میذاشتم در مورد اینکه همکارای من فکر میکنن اگه به همکاراشون کمک کنن یا اگه به کارفرما بدون دریافت هزینه مشاوره‌ای بدن، دارن رقیب تراشی میکنن یا دارن مثلا اون استعدادهاشون یا دانششون رو مجانی در اختیار بقیه میذارن. ولی من این دیدگاه رو سعی میکنم نداشته باشم، چون وقتی به یکی کمک میکنم خیلی حس خودم بهتر خواهد بود. الان تمرکزم رو اینه که سعی کنم برندها رو مشاوره‌ای بهشون بدم که کمک کنه بهشون، نه فقط برای فروش اون محصول، برای اینکه مخاطبشون رو بیشتر بشناسن. دقیقاً کاری که ما داریم الان توی گذر میکنیم. با این تیمی که دور هم جمع شدیم، داریم مخاطب تو میشناسیم، داریم پرسوناهای دقیق در میاریم از مردم که یه خدمات دقیق‌تری بهشون بدیم. من الان دقیقاً برای برندها این کارو میکنم. حالا در کنارش سوت کامل هویت بصریشون رو براشون میزنم که در جریان هستی، از لوگو گرفته، پالت‌های رنگیشون، تایپ فیسشون، هر گونه بسته‌بندی که نیاز داشته باشن برای برندشون. اما تماماً کاستومر سنترده، یعنی تماماً برای مخاطبه، فقط برای اون برند نیست. اینکه اون مخاطب وقتی داره از اون خدمات برند چه احساسی دریافت میکنه برای من مهمه. خیلی عالی. یه جای حرفات من 2 تا کلید واژه و 2 تا به قولی کلمه به کار برد که من خیلی خودم شیفته اونها می که ارزش بود و یکی کمک. این خیلی واقعا 2 تا کلمه‌ای که من از تو خیلی شنیدم، از تو خیلی دیدم و افعالیه که صرف کردنشون رو واقعا توی تو دیدم و وجود داره. میخوام یکم بحثو جلوتر ببرم. ارزش از نظر تخمینه چیه؟ یعنی برندی که خلق ارزش میکنه، یا برند شخصی میتونه باشه، یا برندی که توی بیزینسی توی مارکت داره تراکنش میکنه، داره کار میکنه، داره با
قولی بحث مالی داره، فاینانشال داره، سر و کله میزنه. میخوام که از نظر تحمیل ارزشو ببینم چی تعریف میکنی تو، ذهنیت اون ذهنیت جعبه ابزاریت ارزشو چی کمک میکنه. حالا بعد میخوام برام رو بحث کمک کردن بعدش. آره ببین خیلی بحثو نمیتونم تکنیکالش کنم آره، یا حرفای قلم به سرم میخوام خیلی بزنیم، ولی اون ارزشی که ازش حرف میزنی تعریفش برای من با برندهای متفاوت مختلف میشه. 100%. یعنی من نمیتونم یک تعریف برای ارزش بهت الان بگم. بله. برای برند شخصی خودم ارزش همین کمک کردن است. میخوام همین رو بگم. آره تو برند شخصی خودت آره ارزش دقیقاً همین کمک کردن است. اینکه وقتی یک نفر چه منو بشناسه چه نشناسه وارد حالا صفحه‌های سوشال مدیای من میشه، ویدیوهامو میبینه، عکسامو میبینه، فعالیتامو میبینه، این حس رو با خودش بگیره که تحمیل میتونه به من کمک کنه بدون چشم داشت. من نمیگم که دائما در دسترس شما خواهم بود و دائما وقتمو برای شما میذارم بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بخوام ازتون بگیرم، نه، ولی خیالتون راحت میکنم که 30%شو دارم هستم. یعنی تواناییمو میذارم که بهت کمک کنم، چه میخوای کارفرما باشی، چه میخوای همکار باشی، چه آدمی هستی که میخوای وارد دنیای دیزاین و ریسرچ بشی. من قول میدم بهت که تا حد توانم 30%، 40% هر چیزی هست بهت کمک کنم که بتونی راهتو پیدا کنی. ولی اینم بگم که تماما تجربه محوره، چون من نمیتونم مسیر برای آدمو بسازم و بهشون بگم که از این نقطه شروع کن به این نقطه برو. یعنی صرف اینکه یه مپی خیلی دقیق براشون دیزاین کنی اصلا نمیشه. واقعا هر کسی یه جوریه. آره و تو هم همچین ادعایی رو نمیخوای بکنی. در حدی نیستم آخه واقعا. آره فقط میخوای که اون اشل یا تو اون مقیاسی که آدم میخواد کار کنه براش یه چک پوینت تعریف کنی، بگی آقا تو این چک پوینت قرار بگیری احتمالاً اتفاقات جذابی برات بیفته. اینجوری میتونیم اون هم کاملا تجربه محور. یعنی میگم من تو این چک پوینت به قول خودت بودم و این تجربه رو داشتم. تو خودت رو بشناس و ببین که چی برات پیش میره. آره این موضوع میخوام یکم بیشتر راجع به این حرف بزنیم که حالا میخوام یکم بحثو بیارمش، این ارزش و این کمک کردن، این روحیه، اینا همه رو میخوام بیارم توی وادی کافه. حالا یکم میخوام نزدیک کنم به این بستر کافه، کافه نشینی. حالا خودت به عنوان یه شخصی که دیزاینری، حالا دیزاینر کافه هستی، توی تیم مثلا آرندی یه کافه هستی، میخوام حالا یه پله بیام جلوتر. تأمین وقتی کافه میره به چه چیزایی فکر میکنه؟ حالا بخش کاریش که 100% هست. ما بقیه چیزا رو میخوام یکم از توی اون همون دید جعبه ابزاریت میخوام ببینم حالا کافه رو تو چجوری میبینی امروز. ببین کافه برای من خیلی خیلی کارا کرده، خصوصا کافه تو و حالا چند تا کافه دیگه که اصلا اسم نمیبرم چون اینجا قرار نیست تبلیغی انجام بدیم. میخوام با یه داستان کوچولو شروع کنم که همین چند وقت پیش برای من پیش اومد و کافه اونجا عملاً به من کمک بزرگی کرد. خونمون بودیم، مهمون برامون اومد، مهمونی که چند وقت بود منو ندیده بود، چندی ماه بود و ببین زمانی بود که من به شدت احساسی بودم و این مهمون به خودش اجازه داد که به من بگه تهمینه چقدر چاق شدی. و این جمله‌ایه که یونیورسال همه رو ناراحت میکنه، خصوصا خانوما رو. بله. من سریعا لپتاپمو جمع کردم، حاضر شدم، اومدم گذر. اصلا هم هیچ کاری اون روز نداشتم چون تمام تسکامو روز قبلش انجام داده بودم. اومدم بالا، صبح زود بود، ساعت‌های 8:30 9 بود، هیچکی بالا نبود و انقدر احساس آرامش و امنیت کردم که درجا زدم زیر گریه. گفتم توی خونه شلوغ بود، نتونستی گریه کنی، اینجا گریه کن، خالی شو، برگرد خونه. و میگم کافه این بود برای من توی اون لحظه دیگه من وسایلمو جمع میکنم، مثل امروز میام اینجا که با تو مکالمه میکنم، دوباره برم بشینم کارمو انجام بدم. میام اینجا با دوستان مشورت کنم، پایین بشینیم با هم توی پیاده رو صحبت کنیم، یه ذره انرژی بگیرم، هم از کافه، هم از قهوه، هم از دوستان، هم از نوری که اینجا هست. به نظر من واقعا کافه خصوصا برای منی که توی شهر کوچیک زندگی میکنم میتونه خونه دوم باشه. آره که اینا ما داریم دیگه. حالا من جلوتر میخوام که یکم توی پایان بندی این اپیزود خیلی قشنگ و یکم مبسوط‌تر بهش اشاره کنم، همون مفهوم مکان سوم که خودت هم آشنایی داری باش و واقعا هم از یک مفهوم جامعه شناسی شاید خیلی سفت و سخت امروز خارج شده، خیلی قابل درکه، خیلی قابل فهمه برای ما و اینو خیلی خوشحالم که ازت میشنوم واقعا که تونسته نقطه امنی باشه، یه نقطه‌ای باشه که همگرایی رو درش بتونی حس کنی که آدم‌ها در اونجا همگران، خیلی واگرا فکر نمی‌کنن، همه میخوان که یک جایی باشه مثل کانون. و یکم میخوام حالا بحث همچنان به یه سمتی ببرم که یه مقداری هم از ذهن تو بیشتر با خبر بشم و میخوام از راجع به تجربه حرف بزنم چون تجربه هم یکی از کلیدواژه‌ای بود که خیلی وسط حرفات بهش اشاره کردی، منم دقیق فهمیدمش. میخوام ببینم تجربه از نظر تأمینه توی کافه یعنی چی؟ تجربه کردن یا لحظه تجربه کردن برای تو چیه توی کافه؟ چون خیلی به نظر روشن کننده میتونه باشه این. ببین اون لحظه‌ای که من توی خونه با خودم تصمیم میگیرم
میگیرم که چرا برم کافه و بعد میام کافه و اون تصمیم من جواب داده میشه بهش، من به اون میگم تجربه فقط مختص کافه البته، چون باز هم میگم مثل ارزش تعریفای خودشو داره. من اومدم کافه چرا؟ توی خونه با خودم میگم برم کافه بشینم کار کنم، چون یه فضاییه که هم خنکه، کسی به من کاری نداره، اگه خدماتی بخوام درجا بهم داده میشه و وقتی میام اینجا و اون خدماتی که میخوام و اون نیازهای من بهش پاسخ داده میشه، اون تجربه خوبه رو توی من ایجاد میکنه. وقتی میرم خونه تسکامو نگاه میکنم میگم ای بابا گذر بودم همشون تیک خورد، قهوه میخواستم تیک خورد، میخواستم سری قهوه دستم برسه تیک خورد. اینا همه تجربه های خوبه. پس تجربه از نظر تو انگار یک سیرکولیشن، یک سیکل، یک مجموعه از پاسخ به نیاز. آره که به نیاز تو خیلی دایرکت مستقیم پاسخ میده. به نظرم برای یه گفتگویی که میتونستیم داشته باشیم با هم که بچه‌ها توی سر میز خیلی تو رو بشناسن، چون بعدها قراره که همونجوری که خواستیم که من فرنوش اسپویل بکنه و شما هم با خبر بشین، یک سری پادکست قراره ما در ادامه اینها بسازیم، شاید یک پلیلیستی از میز بیاد بیرون به که تو و فرنوش یکی از ارکان این پلیلیست خواهیم بود که توی اون دوست داریم با اشخاصی که مستقل و خانم‌ها و دخترایی که خیلی مستقل دارن توی زمینه‌های مختلف کار میکنن باشیم و تو و فرنوش شاید توی این زمینه خیلی بتونید به من کمک کنید که این پلیلیست هر کامل‌تر جمع بشه. خیلی دوست داشتم که اینجا باشی توی سرمیز، توی اپیزود 0مون، تو نقطه 0 تو هم باشی، چون از 0 اینجا بودی کنار من، همه جوره ازت ممنونم. خیلی روزهای سختی کنار من بودی، خیلی روزهای پیچیده و عجیبی رو از سر گذروندی با هم دیگه، راهنمایی عجیب غریبی من کردی، چیزایی من گفتی که شاید کمتر کسی حتی مثلا نمیگم جرأت، شاید اون جسارتشو نداشت که من بگه که آقا اینجا اشتباهه، اینجا میتونه اینجوری باشه و من خیلی استفاده کردم و تاییدیایی که ازت که برگاهن گرفتم خیلی برام معنادار هم بوده. میخوام که از اینجا هیچ چی نگم، خودت یه قصه بگو، هر چی که دوست داری بگو و من بعد از اون دیگه هیچ گفتگویی ندارم، میریم برای پایان و از اینجا بعد فقط تخمینه رو داریم. تخمینه جو در خدمت. قصه ای که قراره بگم در مورد گذر و تجربه من با گذره یا هر چیزی که هر چیزی میتونه باشه، هر چیزی میخوام بشنوم از تو. یه ذره یهویی منو گرفتی توی موضوع. آره. خب بذار یه ذره فکر کنم بهش. ببین اگه بخوام قصه بگم یه ذره شاید مردم باهاش ارتباط نگیرن، بچه‌هایی که الان دارن گوش میدن باهاش ارتباط نگیرن، نصیحت هم نمیشه کرد چون نسل ما اصلا نصیحت گوش نمیده و خودش دوست داره راهش. آره دقیقاً خودش دوست داره راهش رو پیدا کنه. من میگم تجربه دوست دارم بیشتر اشتراک بذارم و فقط هم الان در مورد گذر میگم چون که خیلی یهویی بود سوالت. تجربه من توی گذر همیشه به احساس من برگشته. اومدم اینجا چون که حالم بد بوده، اومدم اینجا چون که می‌خواستم گریه کنم، چون که عصبانی بودم، چون می‌خواستم کار کنم و سرم شلوغ بوده، چون می‌خواستم کسی رو ببینم، می‌خواستم قهوه خوبی بخورم، می‌خواستم اصلا خودتو ببینم، با هم صحبت کنیم. داستانی پشتش نداره. هر وقت احساس کردم که من نیاز دارم خارج از خونه باشم، اینجا بودم. خودم رو اینجا پیدا کردم و فکر می‌کنم که هر کسی شاید این فرصت رو داشته باشه که یک گذر توی شهرش پیدا کنه، باید از اون گذر استفاده بکنه، باید از اون بچه‌ها استفاده بکنه و یه بخشی از زندگیش اینو قرار بده و شما این فرصت رو برای ما ایجاد کردین که بتونیم گذر رو بخشی از زندگیمون کنیم. من واقعا داستانی برای تعریف کردن ندارم اینجا. ممنونم ازت. مرسی. قربونت. تشکر. خب اپیزود 0 تموم شد و بچه‌ها از سر میز رفتن، انگار که فقط من موندم. زیادی دیگه بحث رو ادامه نمیدم، فقط میخوام به یک موضوع اشاره کنم. باریستاها و کافه‌دارها جان سختان روزانه هستن. شاید جان سخت‌ترین افرادی که در طول روز در سنگر خدمت رسانی میبینید باریستاها باشن. باریستاها رو دریابید. هر وقتی خستگیشون رو دیدین، هر وقتی که شاید سیگار کشیدنشون رو دیدین، هر وقتی که دستاشون رو دیدین، فقط به این موضوع فکر کنید که اونها هم مثل ما هستن، مثل من هستن، مثل شما و در طول روز با صدها موضوع در چالشن و اینها همچنان توی بار اسپرسو رو مثل دیروز به شما میدن و اینها توی بار همچنان دارن قهوه دمی رو مثل دیروز دم‌آوری میکنن. این یک هنر جان سخت بودن. پس تا اپیزود بعدی و دیدن جان سخت‌های بعدی و دیدن همسنگرهای بعدی من، شما رو به خودتون، ارادتون و تمام خواسته و آرزوهاتون میسپارم. چکریم.